هرچند که از سال 2017 ما 2025 رو میدونستیم که خطوط چیدیم. به همین خاطر تنها اپوزیسیونی هستیم که خطوطمون هیچ جابجایی نشده توش. یعنی دستوراتی که لیدر ریاست از سال 2017 و 18 و 19 هرچی داده قشنگ الان نشسته روش. رضا پهلوی با آب داغ و آب سرد همه جز اون چیزایی که ناپایدار دیگه، کاراکترش طوری که هر بادی، هر آب گرمی رد میشه. لانتانیتا یه گروه هن، نمیدونی یه گروه هن که ناپایدارن. لانتان هم که اولش دیگه چه جالبه که عددش هم 57 سال 57 خود عددش هم در جدول فکر می‌کنم تناوبی 57. حالا این کاراکترش اینه که همین دوست داره با هر چیزی ترکیب بشه. شب این کار امشب بخله یکی باشه، مهمی براش آب گرم میاد، از اون ور اکسید میشن سیستم اصلا همه چیز عاشق این چیزاست. همین خاطر ما تنها گروه سیاسی هستیم که تغییر شخصیت توش نداریم. یک سیستم پایدار مشخصه. ولی رضا پهلوی دیدید که خیلی راحت سیاست رو تعریف کرد. سیاست آن است که درود بر جو بایدن، حالا جو بایدن رفت، درود بر ترامپ. سیاست یعنی این یک کثافت، این لگن باشه، دروغ بگو. سیاست یعنی و ما سیاستمدار نیستیم. ما برای همین خاطر همیشه توضیح دادیم ما سیاستمدار نیستیم. ما در اصل میگفتش که معدود سیاستمدار جهانی چون معدوداییم. ما جز موجوداتی هستیم که دیگر یافت نمی‌شود صدها سال بعد. ترامپ و تیم‌های دیگه که پاتریوتا اومدن سیاستمدار نیستن که اینها ساختارها رو چیدن و میدونن و یک باوری داشتن و اومدن رو باورشون وایسادن و گیواب نکردن، وایسادن به قول دوستان تا به اون نتیجه‌ای که میخوان برسن.